طرف مقابلش رو میام دقیقاً دو تا تیکه رو میذارم روی هم، منظورم هلال یقه است. چون وقتی به یقه وصل میشه بخوایم بدوزیم باید دو تا طرف یک جور باشه دیگه. این دوتا رو میذارم رو هم، مقدار فضایی که باید تا بخوره رو علامت میزنم، اضافه تر نباشه، کاملا با هم برابر باشه. اینجا هم انتهای کارم. الان این خط من شده خط تا. چقدرشو میذارم تو؟ دقیقاً 2 سانتش تو میره، 2 سانتش هم برای روشه. پس من میام اینو یا کوک یا اتو یا به یه وسیله این خطم رو ردشو میندازم. تا انتها به همین صورت روی این خط اتو میزنم. به اندازه فضای 2 سانتو میذارم، باقیشو تا میزنم زیر. چون 2 سانت هم اضافه گذاشتم پس همون 2 سانته میره داخل. من دوباره یکی از این خطا رو ملاک قرار میدم و تا پایین میدوزمش، ولی این بار دیگه بر نمیگرده، فقط روی این خط دوخته میشه. پارچه راهرو حسنی که داره اینه که این خطا ملاک قرار میشه و خیلی راحت تر میتونین کنترلش کنید. فقط یه ذره صبوری میخواد که این خطا رو رعایت کنید. تا انتها به همین صورت میدوزمش. تا انتها ببینید از بالا تا پایین به همین صورت دوختم. این قسمت پایین هم دو دستتون بگیرین که بالا پایین نشه. دیگه این احتیاج نیست که از پشت اتو کنید، چون همین خط روش رو اتو کنید کفایت میکنه. چون خط ما درست روی نیش دوخته شده. پس سمت چپ دقیقاً 4 سانتش میره داخل.